با سلام. با یکی دیگه از تحلیل ها و معامله ها در خدمتتون هستم. امیدوارم که مفید واقع بشه واسهتون. اگه دقت بفرمایید چارت اتم در تایم فریم دیلی رو آوردم من. یه روند شدیداً نزولی رو داشته از این بالا که همینجوری داشت ریزش میکرد. اومده چیکار کرده؟ اومده یک کندل بالای این ناحیه بسته شده. چه اتفاقی قراره بیفته؟ اینو من بارها تکرار کردم. اینجا که نشون میده که گارد میگیره که میخواد به سمت بالا بره، در واقع گول بازاره. اینجا میخواد چه اتفاقی بیفته؟ اینجا قراره یه سری بایر اینجا قراره یه سری بایر گول بخورن و به تله بیفتن، به دام بیفتن. پس ما از همین قضیه استفاده میکنیم، از اون دامه استفاده میکنیم و وارد معامله سل خواهیم شد. دقت بفرمایید، سقف ها و کفای پایین تر، اولین سقف بالاتر رو زد روی ناحیه. از اینجا به بعد دیگه منتظر ریزش هستیم. اگه دقت بفرمایید، درسته این کندل اومده با قدرت زده، ولی ببینید 50% بالای این بالای این ناحیه مقاومتیمون نیست. اینجا کندلا دارن، سلرها دارن خیلی زور میزنن، ولی به خاطر این دوتا شادویی که اینجا اتفاق افتاد، این کندلا ریزی که اینجا اتفاق افتاد، همش به خاطر اون گوله است. در واقع خریدارها دارن گول میخورن و بای میزنن چون تحت جو قرار گرفتن که این دیگه میخواد جر بده بره به سمت بالا. این تله نهنگاسی، این تله مؤسسات مالی میتونه باشه. شاید مؤسسات مالی زیاد توی ارز دیجیتال نباشن، ولی بانک ها خیلی هاشون هستن و دارن. حالا اینی که دارم میگم مربوط به همه چارت هاست. حالا میتونه چارت های فارکسی هم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. خب با توجه به این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، اینجا رو من گول بازار دارم تشخیص میدم و انتظار دارم یه ریزش حداقل تا اینجاها میتونه تا ناحیه پایینش داشته باشه. بعد که بیاد حالا مثلا تا اینجا، باز حالا میتونه مثلا جمع کنه به سمت بالا ادامه بده. خب حالا به همین مناسبت من اومدم توی تایم فریم پایین تر. ببینید مثلا توی 4 ساعتش دنبال یه نقطه ورود میگردم بر اساس سناریوهایی که داریم، بر اساس چیزایی که قبلا توضیح دادم خدمتتون. دنبال یه نقطه ورود میگردم برای اینکه هم مسیر بشم با این سلرا. ببینید تو 4 ساعته که چیزی نداره، من چیزی نمیبینم تو 4 ساعته. توی 1 ساعته بازم آنچنان چیز قشنگی نمیبینم. مد نظر من تایم فریم 30 دقیقه هستش که اومده چه اتفاقی افتاده. اومده یه ناحیه اینجا داشتیم، ناحیه به این زیبایی. خب یه ناحیه اینجا داشتیم و اومده ناحیه رو شکسته، بک زده، پول بک نه، برگشته کامل اینو اینگالفش کرده. این کندل، این دوتا کندل که رفتن تو ناحیه بعدو و یه پول بک ریز. الان من میخوام یه سل خوشگل زیر این کندل بذارم. در واقع گذاشتم، حالا اینو اوپن اوردرامو بستم. حالا اینو میخوام عدد و اینا زیاد دوست ندارم مشخص بشه، ولی اینو من گذاشتم و منتظرش خواهم موند که چه اتفاقی واسش میفته. و دقت کنید اینجاها یه ضخامت، ببینم چجوری پیش میره. شاید یه کندل قدرتی بزنه، شاید بیاد بازی کنه، بعدش هندل کردنش رو باز باهاتون خواهم پیش اومد. خیلی توضیح دادم، امیدوارم نکاتی که گفتم به دردتون بخوره، یعنی به دیدتون کمک کنه. خیلی مهمه که چند تا معامله اینجوری کردم واسهتون، امیدوارم خوب متوجهش شده باشین.
در ادامه نتیجه رو حتما باز میام بهتون نشون میدم و توضیحات کاملی رو باز بهتون ارائه خواهم داد. خب اوردر من فعال شده و داره حرکت میکنه که حالا کجا تارگت هم خواهد بود، کجا میبندم و اعلام میکنم. فعلا که باهاش همراه هم باهاش هستم، ببینیم که چجوری پیش میره. این خط رو پاک کنم. اینجا اوردر من دقیقاً از همون جایی که میخواستم فعال شد و حرکتش رو انجام داده. تا الان هم یه چیزی حدوداً 22% ازش گرفتم. با ضریب 15 معامله رو وارد شدم. اینتری پرایس هم قیمت ورودم. حالا ببینیم که چه اتفاقی میافته. یه نکته‌ای تو ذهنم اومد که بهتون بگم، این که خیلیا کندلا که قشنگ میشه مثلا مثل اینجا میان ناحیه رو یه جوری میذارن که ازش یه ترید در بیاره. اینجوری مثلا به زور اینجوری میکشه، مثلا اینجوری میکشه میگه دمش گرم این اومده به زور دیگه میخواد، چون قشنگه میخواد به زور یه تریدی ازش در بیاره. اینجوری میکشه میگه بله دمش گرم، بذار من اینجا یه سناریو 3 خوشگل بگیرم ازش. یه بای میذاره اینجا، بعد چه اتفاقی میفته؟ میاد حالا از شانسش یه چیز هم میخوره، چی میگن، شادو هم میخوره، فعال میشه و میاد زارت استاپشو میزنه و بعدش فکر میکنه که چرا. دقت کنید اصلا اینجا کف پایین تره، اینجا خودش خفه کنه تو نباید بای بزنی. دقت میکنی این قضیه؟ اینه که نکات رو خواهشن رعایت کنید. من هی دارم به بچه ها میگم، متاسفانه بازم اون اشتباهات تکرار میشه. خب من این تریدم رو با همین 31% سود میبندمش دقیقا روی ضخامت. حالا بعدش اگه باز چیزی داد که باز واردش خواهم شد. اینجا میبندم معاملمو و بستم معاملمو روی ضخامت، اول ضخامت. حالا باز اگه چیزی بهم بده در راستای اون دیدی که تو روزانه داشتم باز واردش میشم، ولی احتمالاً باز بیشتر بریزه به سمت پایین. حالا منتظر میشیم که ببینیم چی بهمون میده دیگه. امیدوارم که از نکات این ترید استفاده کرده باشیم. خب در ادامه این چارت اتم در تایم 30 دقیقه دقت کنید من اینجا معامله باز کردم، اینجا بستم، حالا منتظر معامله بعدیم شدم و اومد دقیقا اینجا به من یه دونه این کندل رو داده. من میخوام اینجا زیر این یه سل بذارم که ادامه ریزش رو بگیرم، چون یه روند نزولی رو اینجا دارم و اون تایم با توجه به تایم روزانه‌ش هم که قبلا خدمتتون عرض کردم یه سل میخوام اینجا بذارم ببینم که به چه صورت پیش خواهد رفت. من اوردرم رو ست کردم. یه نکته فراموش کردم خدمتتون عرض کنم، چون از این بالا فالس شده احتمال اینکه این ناحیه شکسته بشه خیلی زیاده و به همین دلیل من با اعتماد بیشتری وارد این سناریو 1 شدم. حتی یادم رفت هدفونم رو بزنم، اگه صدام دچار مشکل شد خاطر اینکه هدفونم رو نزدم. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اوردر من اومده فعال شده و تارگت من میاد یک کف پایین‌تر از اینها قرار میگیره. بالا باز پیش میرم ببینم که چه اتفاقی میفته. خیلی زیبا بود این چارت، کاش بچه ها بودن همگی با هم اینا رو میگرفتیم. انشالله به اون تایم ها هم خواهیم رسید. خب دقت کنید سناریو 1 بازم کاملا شخصیه که آقا تو رو کندل اول میبندی، وای میسی اصلا بشکنه، پول بک بزن، همش شخصا تست کنی.
خب من الان دوست دارم که واسهش یه خورده صبر کنم، با توجه که تو ضخامت هم هست و داره کف پایین تر میزنه، احتمال میدم بیاد یه خورده یه پولبک ریزی بزنه. به همین مناسبت رو همین قدرت میام چیکار میکنم، میام میبندم معاملمو. آره میبندم معاملمو و دیگه منتظر پولبکش میشم. حالا اگه پولبک رو داد که باز واردش میشم، اگه نداد دیگه من تو این معامله نخواهم بود، دیگه رفته دیگه، مشکل من نیست. مهم اینه که من دارم قانونم رو رعایت میکنم. بستم معامله رو. امیدوارم که از این دوتا ترید نهایت لذت رو برده باشیم. یه سناریو 5، یه سناریو 1 پشت سر هم، بسیار زیبا و دیدنی.